سلام سلام، من دوباره اومدم. لایو قبلی مشکل براش پیش اومد. دوباره سلام میکنم به همگی، اونایی که دارن الان لایو رو میبینن یا بعدا میخوان لایو رو تماشا بکنن. منتظر میمونیم بچه ها بیان دوباره. خب خیلی هم عالی، همه رو اکسپت کنیم. من و دخترم هم اینجا منتظر میمونیم تا همه بیان. سلام 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 سلام. سلام سلام سلام. الان بهتر شد، الان اوکی. خوب شد. خب خدا رشه خدا سلام. رشه. منتظر بونیم تا فرنازم بیاد. نمیدونم فرناز رو اکسپت کردم. خوبی شما؟ خوبی نینا جان؟ مرسی آره از خدا پنج اینجا. رشه. شما خوبی؟ خودت آره خوبی؟ مرسی. خوبم، عالی. خدا خدا بهتر از رشه این نمیشه. خیلی خدا خوب. رشه خدا رشه. سلام سلام. خیلی هم فراز نه. خوب. آره الان خیلی بهتر شد. خب خوبه خیلی هم خوب. جان. خب ما لایو رو دوباره شروع میکنیم. قرار امروز در مورد موضوعات خیلی جذابی صحبت بکنیم. خب میتونیم از طبق عکسامون که هستیم من سوالا رو میپرسم. اول میریم سراغ پریناز جون. سوال اول ازش میپرسم اینکه آیا موفقیت ما توی حالا مسیر زندگی و بیزینسیمون حتما لازمه که تحصیلات لازم رو داشته باشی، باید درس بخونیم بابتش، یا اینکه حالا به چه صورت هستش؟ ممنون میشم که در موردش صحبت کنی. حتما. راستش نینا جون خیلی سوال جالبیه که اتفاقا من دیروز داشتم قبل از این لایو یه مطلبی رو میخوندم و دیروزم بهش رسیدم. حالا نمیدونم اینو هی دارن کپی میکنن و همه جا داره میره. در مورد ایلان ماسک بودش که نوشته بودش که من خودم تحصیلات دانشگاهی ندارم ولی تمام کسایی که واسه من کار میکنن همشون از دانشگاه‌های هاروارد و این ور و اون ور هستن و این خیلی واسه من جالب بود که من دارم اینها رو مدیریت میکنم. یعنی از زبان ایلان ماسک میگفت که من دارم اینا رو مدیریت میکنم و من دارم به اون اهدافی که میخوام دارم مهره هامو قشنگ میچینم. حالا ایلان ماسک رو بذاریم کنار، اگه برگردیم به بازار خود تهران، خیلی ها تحصیلات دانشگاهی اصلا ندارن ولی همینجوری نسل به نسل اومدن از رو تجربه خیلی از آدمای موفقی هم هستن و واقعا من میخوام بگم که تحصیلات ممکنه که ضامن 100% نباشه ولی داشتنش و توی محیط دانشگاه بودن خوبه ولی لزوما حتما نباید باشه. و اینکه توی من میخوام بگم که خب خیلی از ماها درس خوندیم و خیلی هم تجربه عملی رفتن جلو ولی چیز جالبی که برای من هستش اینه که من روز اولی که میخواستم وارد این بیزینس بشم این بودش که فکر میکردم خب همه افرادی هستن که خانه‌دار هستن و هیچ بک‌گراند تحصیلی ندارن و نمیدونم بر خودم اصلا چرا این فکر رو کرده بودم ولی وقتی وارد این بیزینس شدم خب من بک‌گراندم حسابداری هستش و MBA خوندم و اصلا راجع به دیجیتال مارکتینگ هیچ آیدیا و هیچ کلویی نداشتم ولی وقتی که وارد این بیزینس شدم دیدم که نه، اولا همه بک‌گراندهای تحصیلی متفاوت دارن. یه سری هم هستن خونه دار هستن یا تازه مهاجرت کردن، اصلا هنوز وارد بازار کار یا تحصیلی نشدن و اصلا با این بیزینس شروع کردم و این بیزینس خوبیش اینه که خب من میگم من خودم چون اصلا در مورد دیجیتال مارکتینگ من هیچ چیزی بلد نبودم ولی وقتی که شروع کردم اومدم یه پکیجای آموزشی از 0 تا 100 به ما آموزش داده شدش و هر کدوممون پکیج یکیه ولی هر کسی بسته، حالا ممکنه که یکی در گذشته یا در حال حاضر مثلا آرتیست باشه، یکی کار تهیه فیلم داشته باشه، هر کسی به نوعی اومده کار خودش هم به این لینک داده و به یه نحو خیلی خوبی ازش استفاده کرده. میخوام بگم که مثل بنر امروز ما که یکی ایدهشو داد، یکی درستش کرد و یکی فیلمش رو ادیت کردش. یعنی یک کار گروهی بود که
هر کی بسته به اون هنری که داشت اومد اینو ارائه کردش. در نتیجه واقعا تحصیلات دانشگاهی لازم نیستش و همین که تو همین بیزینس الان ما چقدر افراد موفق داریم که با همین پکیج آموزشی که ببخشید شروع کردن چقدر دارن این بیزینس رو خوب جلو میبرن و چقدر دارن خوب ارائه میکنن، چقدر خوب پرزنت میکنن و هر کسی به بسته به توانایی خودش. ببخشید صدا کاملا قطع درست. شد. صدا نی- نینا قطع صدا میشه. نداریم. نینا جان آه میوت. من میوت کردم یه لحظه بگم دخترم میخواد صدا بده، صدا رو بستم که اشکال نداره، بذار بیاد، بذار آره صداش بیاد. اسمش آره لایو دیگه، لایو باید همه باشن توش. شاید نازش کردم یه اونم ذره بخواد آروم بیاد شد. اظهار نظر آره کنه. دقیقا. خیلی هم عالی پریناز جون. حالا دوستان اگه دوست دارین چیزی اضافه بکنین، حرفی دارین، تا سوال بعدی رو بپرسم. مرسی نه، پریناز عالی خیلی بود، کامل خیلی عالی هم گفت. بود، عالی، عالی خیلی بود. مرسی. کامل بود. ممنون پریناز جون. خواهش خب سوال بعدی رو از علی عزیز میپرسم، اینه که آیا داشتن شغل بهتره یا بیزینس شخصی؟ میشه در موردش یه ذره صحبت کنیم؟ خب همون جور که کلا همه ما میدونیم و مستحضر همه هستش، داشتن یه شغل شخصی یا کارمندی یا حالا رئیس داشتن یک مقوله جداست و داشتن بیزینس شخصی هم خب یک مقوله جداست. اول از اون کار کارمندی و خب برای یه فرد یه شخص دیگه کار کردن صحبت میکنیم و در انتها میرسیم به بقیه صحبت هامون. ببینید همه ماها فرق نمیکنه که کجای کره زمین باشیم، چه توی ایران باشیم، اروپا باشیم، قاره آمریکا باشیم، استرالیا باشیم، فرق نمیکنه کجا باشیم، همه ما به یه شغلی کلا احتیاج داریم. همه افراد برای گذران زندگیشون به یک درآمدی احتیاج دارن و 99% تمام کارها و خب شغل‌هایی که افراد دارن معمولاً برای یا یه شرکت یا یه کمپانی کار میکنن یا کارفرما دارن و یا رئیس دارن. خب این نمیشه بگی که این بد، مزیت نداره و یا همش سوده و یا همش ضرره. قطعاً در جای خودش مناسبه و خب کاربرد داره. همونطور که هممون میدونیم خب اگر که ذهن کارمندی داشته باشی یا خودت رو به کارمند بودن برای شخص دیگه‌ای، برای رئیست کار کردن وفق بدی، این در نظرت هست که باید روزی 8 ساعت حالا یا بیشتر یا کمتر کار بکنی و ماهیانه حقوق دریافت میکنی، مبلغت مشخصه، کاری که باید انجام بدی دقیقاً برات تعریف شده، بهت یک سری وظایف محول میشه و باید طبق همونها حالا شغلت یا بیزنست رو جلو ببری و خب انجامش بدی و برای یکی دیگه کار میکنی. اگر که خوب کار کنی شاید تشویقت کنن و احسنت و باریکلا بشنوی. اگرم که خب بد کار کنی و یا نتیجه دلخواهشون رو بهشون برنگردونی و اون چیزی که ازت خواسته شده قطعا تنبیه خواهی شد و خب شاید در انتها حتی به اخراج هم برسه. ولی بیزینس شخصی داشتن کاملا با این امر متفاوته. شما برای خودت کار میکنی، هیچ رئیس و آقا بالا سری نداری، ساعت کاریت رو خودت مشخص میکنی، میزان حالا همونجور که میدونیم هر بیزینسی برای شروعش به یک سرمایه احتیاج داره، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. میزان سرمایه اولیه‌ای که برای بیزنست میخوای استفاده بکنی خودت انتخاب میکنی، تصمیم گیری های بیزنست خوبه. خلاصه امر این رو بگم که اگر که هر کاری که خوب انجام بدی به سوددهی بیشتر یا کمتر ختم بشه، همه چیز مسئول خودت هستی و همه چیز برگردن خودت هست. نه کسی بهت میگه که باید ساعت 8 صبح سر کار باشی کارت بزنی، نه کسی بهت میگه که چه ساعتی باید دفتر رو ترک کنی و خب از اینجا خارج بشی. نه حقوق ماهیانه ثابت داری. شاید یک ماه به اندازه تلاش و استمراری که داری حقوق درآمدی که دریافت میکنی بسیار بالا باشه، شاید یک ماه هم خب بسیار پایین و ناچیز باشه.
پس اینها نشون دهنده تفاوت‌های کامل و بارز بین شغل کارمندی و خب داشتن یک بیزینس شخصی هستش. همونطور که می‌بینیم بیزینسی که ما داریم انجام میدیم از این امر مستثنا نیستش و خب مزیت‌های بسیار بسیار زیادی داره و به خاطر یکی از همین مزیت‌ها تک تک افراد این بیزینس رو شروع کردن. اهم از خب آزادی زمانی و مکانی بهت میده، بسیار فلکسیبله و سرمایه گذاریش همونطور که گفتم برای شروع نسبت به سودها و خب کامیشن هایی که در آینده دریافت میکنی بسیار بسیار ناچیزه. ببینید من الان خودم بیزینس آفلاین خودم رو دارم، خب گرومینگ دارم، توی خونه کار میکنم، حالا یه قسمتی از خونه رو تبدیل به استودیو و محل کارم کردم و اونجا دارم کار میکنم. برای شروع تا به خب انتها و به اون مرحله که برسه بتونم به عنوان یه شغل بهش نگاه کنم نزدیک به 20,000 پوند من هزینه کردم و الان هم تقریبا نزدیک یک سال و نیم هست و هنوز اون نتیجه دلخواه رو به هم نداده. ولی خب در قبالش تو این بیزنسی که دارم الان فعالیت میکنم هزینه این بسیار بسیار خیلی کمتر از این چیزی که برای بیزنس آفلاینم انجام دادم شروع کردم و خب میشه بگی که شاید جوابدهیش نسبت به اون هزینه اولیه با اون سرمایه گذاری اولیه هم بسیار بسیار بهتر از بیزنس آفلاینم بوده تا الان. به این صورت هست که خب حالا افراد نسبت به مایندستشون، نسبت به احتیاجاتشون، نسبت به سطح تفکر، قدرت ریسک و ریسک پذیریشون حالا یکی از این دو روش رو انتخاب میکنن. بعضی از افراد هستن که دوست ندارن یکی بهشون امر و نهی کنه و روی چارت و روی پلن خاصی جلو برن. بعضی از افراد دوست دارن که ریسک کنن، دوست دارن که از هر جایی که خودشون دلشون میخواد کار کنن، هر چقدر که خودشون دوست دارن وقت بذارن، رئیس خودشون باشن، کارشون رو خودشون انجام بدن. نسبت به گزینه ها و آپشن هایی که وجود داره و خود شخص این متفاوته که بعضی از افراد کار کارمندی و کارمند بودن رو انتخاب میکنن و بعضی هم نه، از اون خسته هستن و این روش رو دوست ندارن و سراغ خویش فرمایی و خب بیزینس های خودشون میرن، بیزینس های شخصی میرن. این به این صورت هست. گفتم که یه توضیح کوچولو عالی. در موردش بدم. خیلی هم کامل توضیح دادی علی جان، خیلی هم خوب. حالا من مثل همیشه میپرسم کسی دیگه دوست نداره چیزی اضافه کنه یا کامل بود؟ به نظر من که کامل بود. بله بله خیلی عالی بود. خیلی عالی. کامل بود. من یاد داستانی که علی هفته پیش تعریف کرد افتادم. اگر که خیلی هم خوب کار بکنی ممکنه اخراج ممکنه بشی. اخراجت کنن. دقیقا دقیقا. آره احساس اتفاقا خطر کنن از خوب کار کردنت و بگن که بای بای. آره. خب نه خیلی خیلی هم عالی. عالی. آره خیلی عالی بود. مرسی علی جان. خب خواهش میریم سراغ بله فرناز عزیز. یک خیلی سوال خفنیه به نظرم. همه ما همچنان ممکنه توش یه ذره گنگ باشیم چون خود فرناز جون تو این رشته تحصیل کرده و کار میکنه. میریم مبحث مالیات هستش. دوست دارم که حالا پیگونو میدم دست شما دیگه. من شما مرسی دینا جون. اتفاقا الان بعد از این لایو من باید برم انجمن حسابداراست، یه جلسه ای داریم، دارم میرم اونجا آی آی. که آره یکم همیشه ما یه جلسه هر چند وقت یه باری داریم که در مورد یه سری مسائل ما هم صحبت میکنیم. در مورد مالیات، اگه بخوام مالیات رو به این بیزینس ارتباطش بدم و بگم چه مزیت‌هایی داره داشتن یک بیزینس از لحاظ از نظر مالیاتی، از نظر سیوینگی که به ما میده. ببینید ما هم در واقع قوانین در همه کشورها تقریبا یکسانه. حالا به اسم در واقع اون پیپری که در آخر سال به میدن متفاوته. ما توی کانادا مثال که بزنم ما T4A میگیریم در مورد با این بیزینس. حالا در اروپا کردیت نوت میگیرن که خب اینا همه در واقع کارکرداشون همه یکسانه. ببینید ما وقتی که شما کارمند یک جا هستین در آخر سال به شما یه برگه میدن. اون
برگر رو شما میدید به حسابدارتون و براتون در واقع تکستون رو کلیم میکنن. ولی وقتی که شما و همین و شما هیچ هزینه شخصی و هیچ هزینه ای رو نمیتونید طبق قانون در واقع کلیم کنید. ولی وقتی که شما یک بیزینسی دارید، که مال خودتونه و ازش درآمد دارید، وقتی که میخواین درآمدش رو اعلام کنید، در کنار شما یک سری هزینه ها رو که در رابطه با ایجاد درآمد اون بیزینس هست و میتونید کلیم کنید. میگم همه هزینه ها رو شما برای هر بیزینسی نمیتونید کلیم کنید. یه سری در واقع توضیح، در واقع تعریفی که شده، اون هزینه‌ای که در ایجاد و تولید اون درآمد دخیله. و از اونجایی که بیزینس ما چون یک بیزینس مارکتینگه که کارش با در واقع با بازاریابی، در نتیجه میتونیم هیته گسترده تری از هزینه ها رو ما توی این بیزینس کلیم کنیم. هزینه، حالا من بخوام مثالش خیلی زیاده چون خیلی از هزینه ها رو شاملش میشه. من مثلا خیلی خلاصه بخوام بگم، هزینه تلفن، اینترنت، هزینه یه بخشی از هزینه ماشینه، هزینه اگر رستوران میریم، هر هزینه، خیلی هزینه ها رو میتونیم کلیم کنیم. حتی من با یه مثال خیلی کوچیک بزنم، الان همون پاپی خوشگلی که پشت تا هستش، اگر شما من خودم یه پاپی دارم، یه سگ، پاپی که نیست البته دیگه، یه سگی دارم که ازش توی و خیلی موقع ها شده ویدیو که درست میکنم ازش استفاده میکنم. یک بخشی از هزینه های اونو من میتونم کلیم کنم توی این بیزینس. حالا هزینه غذاشه، هزینه، آره، خیلی از هزینه هاشو میتونید شما کلیم کنید چون من دارم استفاده میکنم ازش. وقتی هم که تدی میاد توی ویدیوها، خیلی خوبم مورد بازدید قرار میگیره، خیلی هم تشویق خوب میشم، خیلی هم خوب برام کار میکنه، خیلی بهتر از خودم کار میکنه برام. عزیزم. آره، در نتیجه بازیگر نقش اولتون. دقیقاً در آره، نتیجه اتفاقا من هر وقت تبلیغی میذارم کیسز پشتشه، اونا خیلی ویوی آره، بیشتری چون میگیرن واقعا براش. تعداد آدمایی که واقعا سگ و خیلی حیوانات حیوانات خونگی رو رو دوست خیلی دوست دارن، هر روز داره دارم. بیشتر میشه. و خب میگم خیلی از هزینه ها رو شما میتونید توی این بیزینس من کلیم در مورد کنید. میتونید سفرم شنیدم، درسته؟ سفر، بله حد 100%. اگر سفر کاری باشه، اگر مثل همین سفری که در پیش داریم در سال 2025 که برای آمریکاست، برای در واقع جشن 51 ساله، که خب شما 100% این سفر رو میتونید کلیم کنید. اگر نه، شما یه سفری میرید که میرید اونجا برای بیزینستون کانتنت درست میکنید، بخشش رو میتونید کلیم کنید. و خیلی از این، میگم چون ماهیت این بیزینس در واقع یک بیزینس مارکتینگ و بازاریابی هیته گسترده‌ای. ببینید اگر که مثلا شما مثل علی جان فقط یک گرومینگ دارید، خب خیلی از هزینه هاشو نمیتونید کلیم کنید. خب یه مقدار محدودتر میشه. ولی این بیزینس چون یه مقدار گسترده تره و کاراش در واقع گسترده است و اینا، در نتیجه شما خیلی از هزینه ها رو میتونید کلیم کنید و در نتیجه درآمدتون میاد پایین، در نتیجه تکس کمتری میدین و در نتیجه سیوینگ بیشتری خواهید داشت در آخر سال. خیلی و هم و عالی. و یه نکته مهم، چیزی نمونده تا آخر سال، 1 ماه بیشتر نمونده. عزیزانی که دارن فکر میکنن هنوز این 1 ماه رو زودتر تصمیمشون رو بگیرن، چرا؟ چون 11 ماه دارن تکس میدن، میتونن خیلی از تکساشون رو برگردونن، ریفاند بگیرن. حتی عزیزانی که شروع بکنن، همین امروز شروع کنن و به درآمدم نرسن، میتونن روی اون تکسی که دادن، من حساب کردم هلوش 30 تا 40% اون مبلغ اولیه سرمایه گذاری بهشون ریفاند داده میشه. عالی، این خیلی چقدر عالی بود. ممنون فرناز جون، خیلی خواهش اطلاعات میکنم. کاملی رو بهمون دادی. خواهش امیدوارم که عالی میکنم. دوستان که واقعا دوست دارن این بیزینس رو شروع بکنن یه بازنگری دیگه ای داشته باشن. دقیقا خیلی زودتر چون تصمیم بگیرن و آره، چون زودتر این خیلی هیجان انگیزه. من خودم هم وقتی در مورد این چیزا فهمیدم گفتم چه کار خوبی کردم که این بیزینس رو واقعا شروع کردم. دقیقا حتی من پارسال موقعی که خواستم تکسامو کلیم کنم، خیلی از
از چیزایی که خریده بودم مثل حالا مانیتور، لپتاپ، گوشی و چیزایی که مربوط به کار آفیسیم بود کلیمش کردم و همشون برگشت بهم بله و بله خیلی جالب. آره خب میگم اگر دیوایسی باشه که بالاخره قیمتش بالاست و صرفا برای این بیزینس خریدین شما کامل دقیقاً. میتونید کلیمش کنید. آره خیلی هم عالی. مرسی از تک تکتون بیش که از انقدر قشنگ همه چیز رو توضیح دادین. خیلی دوست ندارم دیگه لایفمون طولانی بشه برای دوستان. حرف آخر میزنم. دوستان اگه دوست دارین که اطلاعات بیشتر در مورد بیزینسمون داشته باشین میتونین به هر یک از ما پیام بدین، دایرکت بدین و اطلاعاتی رو که میخواین در مورد بیزینس دریافت بکنین. یعنی که اگه خودتون دوست دارین ثبت نام بکنین همه ما توی پیج اینستاگراممون بیو وبسایتمون موجود هستش. بله وبسایتمون موجود هستش، میتونید خودتون برید ثبت نام کنین و اطلاعات به صورت اتوماتیک از طریق ایمیل براتون ارسال میشه. حالا اگه چیز مرسی دیگه هم مونده که بگم نه، مرسی یادآوری عالی کنید. بود. خیلی خوب آره بود. خیلی هم عالی. خیلی مرسی ممنون. نینا امیدوارم جون. که آخر هفته خوبی رو داشته خدا باشی. نگهدار. خدا 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 ممنون. خدا خدا نگهدار. حافظ. خدا بله. نگهدار.